سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا هستین حال دلتون خوب باشه. آقا بچه ها میان سوال میپرسن بابت رسوبگیری با پودر روی. ببینید من اینجا معلول تیزابیمو دارم که کامل اسیدشو حذف کردم. اینجا پودر روی دارم، اینجا اسید کلوریدریک و آب کنار دستمه. ببینید این مرحله مهمه دیگه. اومدید خاکو تیزاب کردید، 2 ساعت وقت گذاشتید، خب فیلتر کردید. ببین اینجا مرحله مهمه، پس استرس نداشته باشید و خیلی ریلکس کار رو انجام بدید. ببینید من میام اینجا آب رو اضافه میکنم یکم و اسید کلوریدریک رو اضافه میکنم کم. خب ببینید دوستان، هیچ موقع داخل ظرف کوچیک این کار رو انجام ندید. هر چقدر معلول داشتید، حتی اگه 100 سی سی داشتید، بریزید داخل یه ظرفی که پهن باشه. اوکی؟ من میگم چرا. ببینید من اینجا پودر روی رو میخوام اضافه کنم. دوستان این پودر روی واقعا عالیه، نمیخوام تبلیغ کنم. یکی از دوستان داخل یزد تولید میکنه که برای بچه هم فرستادم، میتونید ازشون سوال کنید. آقا محمد، آقا حسینی. خب ببینید بچه ها، پودر روی رو اینجوری اضافه میکنید. ببینید همه جای معلول اینجوری اضافه میکنید. ببین واکنش نداره، به خاطر اینکه ما اسید نداریم اصلا. این واکنش هم یکم به خاطر همین اسید کلوریدریک که الان اضافه کردم هستش. باز پودر روی رو برمیداریم اضافه میکنیم. خب یکم هم میزنیم. ببینید رسوبا رو ببینید، این معلول هنوز رنگش تغییری نکرده. خب پس ما میایم یکم دوباره اسید کلوریدریک رو اضافه میکنیم. پنجره رو باز کنم. البته من کولر روشنه، ضربش هم تنده و اوکیه. یکم هم آب اضافه کنم. خب ببینید من اصلا پودر روی ندارم، میبینید اینکه دوباره میام پودر روی اضافه میکنم. بچه ها میگفتن ما خیلی پودر روی اضافه میکنیم، به خاطر اینه که یا اسیدتون خنثی نشده یا اینکه حرارت معلول میره بالا و رسوب ها حل میشن. من الان بهتون میگم چیکار بکنید که این اتفاق نیفته. این معلول از 300 گرم خاکه. خب بازم هم میزنیم ببینیم رنگ معلول چجوری میشه. خب هنوز نیازه، یکم دیگه اسید کلوریدریک رو اضافه میکنیم و باز پودر روی. دوستان حالا حتما نباید سفید بشه ها، ولی دیگه تا جایی که دیگه مطمئن بشید که تمام فلزات رو گرفتید. اوکی؟ خب بازم پودر روی رو اضافه میکنیم. یه موقع نگید چقدر پودر روی برداشته. ببین من همین ته این قاشق برمیدارم و دوباره هم میزنم. خب یکم حرارت رفت بالا، آب اضافه میکنم. دوستان آب اضافه کنید، فلزات جایی نمیرن. خب
بازم هم میزنم خوب پودر روی حل بشه. تا حدودی فکر کنم تمام فلزات رو ما گرفتیم، ولی بازم من ببینید رنگش کلا برگشت. بازم یکم اسید کلوریک رو اضافه میکنم و باز پودر روی که دیگه خیالم راحت بشه. ببخشید طول کشید، ولی این دیگه یک بار برای همیشه دیگه ببینید رنگ کلن برگشت. رنگ اول ویدیو رو نگاه کنید که تیزاب چه رنگی داشت و الانم مشاهده کنید. من الان خیلی پودر روی داشته باشم شاید در حد یه پیمونه از این قاشق که برداشتم دیگه اونا حل شدن کلا و اینا همه رسوب هستن. اوکی، بعد میرید برای جدا کردن و این برنامه ها.